سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در جاده رحیم آباد به املش. امروز یک شنبه 17 تیر ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. شهر رحیم آباد جزئی از شهرستان رودسر در شرق گیلانه که در همسایگی شهرهای کلاچای، رودسر و املش قرار داره. منطقه زیبای اشکورات جزئی از جاهای دیدنی این شهر محسوب میشه که قبلا ولاگ‌های زیادی از اون رو در کانال قرار دادیم. بازار هفتگی در این شهر در روزهای دوشنبه برگزار میشه. لینک ولاگ مربوط به این بازار رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم. جاده رحیم آباد به املش حدود 20 کیلومتره که با عبور از مزارع زیبای برنج و منطقه زیبای رانکو به شهر زیبای املش ختم میشه. املش هم جزئی از شهرهای شرق گیلان محسوب میشه. بازار هفتگی در این شهر در روزهای سه‌شنبه برگزار میشه. از جاهای دیدنی این شهر میشه به منطقه زیبای رانکو، ییلاقات تابستان نشین، اصیل دشت اشاره کرد که ولاگ‌های اون رو قبلا در کانال قرار دادیم. لینک مربوط به پلیلیست شهر املش رو برای دسترسی راحت‌تر شما در قسمت توضیحات این ویدیو قرار دادیم. ولاگ امروز از مرکز شهر رحیم آباد آغاز و به مرکز شهر املش ختم خواهد شد. به زودی ولاگ رانندگی در مسیر املش به شلمان رو هم در کانال قرار خواهیم داد. خواهشم با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.